چرا عادتهای بدمون رو نمیتونیم تغییر بدیم؟ جواب: چون راحتن. مغز ما همیشه دوست داره کمترین انرژی رو مصرف کنه. برای همین به چیزایی که بارها و بارها تکرار شدن وابسته میشه. هر بار که یه عادت بد رو انجام میدیم، یه مسیر عصبی قوی تر میشه و ترک کردنش سخت‌تر. مشکل اینجاست که میخوایم یک دفعه از شر عادتهای بدمون خلاص بشیم، اما مغز تغییر ناگهانی رو پس میزنه. عادتها باید آروم آروم جایگزین بشن، نه اینکه یک شب حذف بشن. هر قدم کوچیکی که برمیداریم یادت باشه یه قدم به تغییر دائمی نزدیکتر میشیم. حالا تو بگو چه عادتیه که مدت هاست میخوای تغییرش بدی ولی هنوز موفق نشدی؟